پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتن شما میدونید که مفلس کیست؟ گفتن که مفلس کسی است که مال و اموال و چیزی در دنیا نداره. پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتن مفلسی از امتی من دیگر هست. مفلسی از امتی من کسی است که یأتی یوم القیامه معه صوم و صلات و حج و زکات. پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتن میآید یک انسان مسلمان نماز خوانده، روزه را گرفته، حج کرده، زکات داده، خیر احسان کرده، مسجد رفته، نماز به درستیش ادا کردگی است، از احکام خدا نجات میاد. از نماز از روزه پرسانش میکنن نجات میاد. اعلان میشه پروردگار ها خوابی انسان نماز روزش کامل است، اینو چیکارش کنیم؟ الله میگه که بازار قیامت اعلام بکنیم اگر کسی شکایت نداشته باشن این انسان برای به بهشت اعلام میکنن همین فلانی به کی شکایت داره؟ نمازش پره است، روزش پره است، حج زکاتش پره است، طاعت بندگیش پره است. کی دعوا داره؟ یگان کس شکایتی داشته باشه بیا یا نداشته باشه این ما آزادش کنیم ای پرسش برای بهشت. مردم میخیزن شکایت کنن. یک کس میگه پروردگارا این در دنیا مرا زده بود، یک کس میگه خدای مرا دشنام کرد، خدای مالی مرا خورد، خدای آبروی مرا برده بود، خدای مرا تهمت کرده بود، خدای مرا کشته بود، خونی مرا زیزانده بود. خدای مهربان ثوابا را میگیره به اونا میده، ثواب نماز رفت، ثواب روزه رفت، ثواب حج زکات رفت، هیچی نمیماند. ملائکه میگن خدایا همه ثوابش بود، ثواب نماز بود، ثواب روزه بود، ثواب حج زکات تمام، هیچ چیزی نموند. خدایا میگن این همش تمام شد، چیکارش کنیم؟ حالی هم دعواگرها هستن، اونهایی که خونشان ریزانده است دعوا دارن. خدایا در عوض خون ما قصاص میگیریم، ثواب بیاره برای ما. الله مهربان بگه گناه‌های اونها رو بگیرید به سری بار بگیرید، گناه‌های اونها رو به سری ظالم، به سری قاتل کار میکنن. این رو در قهر جو زحمت داریم مگر ما ثواب داریم یا که اونهایی که امروز خونی طفلای معصوم میریزن، خونی کودکار میریزن، ثواب داشته باشن که روز قیامت برابر شده بودن به خونی انسان. هیچ گناهی بعد از کفر برادر عزیز آزار دادن برابر به آزار دادن یک انسان. شکست دل یک انسان پیش خدا بسیار کم. آزار کسی مخواه که آزرده شوی، بزرگای خدا میگفتن ما آزار هیچ مخلوق نداریم. خدای مهربان بسیار بسیار با مخلوقاش مهربان است. آزار عزیز خدا خلق خدا را آزار دادیم، خدا را آزار دادیم. خدای مهربان روز قیامت میپرسه چرا مخلوقای ما را آزار دادیم؟ چرا بنده های ما را آزار دادیم؟ چرا اونهایی که لا اله الا الله گفتن خونی او را ریزاندید؟ چرا انصاف نداشتید؟ چرا این روز نترسیدی؟ همین گونه با ما خدا سخن میگه برادر. چرا مالی او را خوردی؟ خودش زحمت کشیده بود و حق تو نبود، چرا او را خوردی؟ چرا خونی او را ریزاندی؟ چرا او را تهمت کردی؟ چرا او را غیبت کردی؟ از خدا نترسیدی؟ باز هم خود مسلمان می، باز هم خود مؤمن می. این چیز برادر عزیز امروز دنیا را تشویش کرده است.